دکتر عبدالله سیاستمدار شناخته افغانستان در صحیفه‌اش در توییتر سر و صداها درباره بازداشتش از سوی طالبان را رد کرد و خبر دروغ و بی‌بنیاد نامید. دکتر عبدالله گفت از ژورنالیست هندی که این خبر را پنهان کرده است خواسته است تا که در آینده حرفه‌ای عمل کند و خبرهایش را پیش از نشر درست بسنجد. روز جمعه 2 سپتامبر از قبل نوین کپور نام ژورنالیست هندی در رسانه‌ها خبر نشر شد که گویا دکتر عبدالله را در کابل جنگیان طالبان دستگیر کرده به مکان نامعلوم بردند. دکتر عبدالله که رقیب اساسی اشرف غنی در دو انتخابات اخیر رئیس جمهوری افغانستان بود و هر دو دفعه ادعا داشت که انتخابات را او برید است تا آمدن طالبان ریاست شورای عالی صلح افغانستان را بر عهده داشت. یک مسئولیت اساسی این نهاد مذاکرات صلح با دفتر سیاسی طالبان در پایتخت قطر بود. بعد فرار اشرف غنی از کابل و همین طور اکثریت مناطق افغانستان را تصرف کردن طالبان، دکتر عبدالله ترک کابل نکرد و همراه با رئیس جمهور سابق حمید کرزی و سروزیر سابق گلبدین حکمتیار شورای هماهنگساز را تشکیل داد که هدفش تامین انتقال صلح‌آمیز قدرت از مأموریت قبلی به طالبان گفته میشد. از میان رهبران طالبان گلبدین حکمتیار به حیث امام نماز جمعه در یک مسجد کابل تعیین گردید، ولی به کرزی و عبدالله توجهی ظاهر نشد. برعکس هفته بعد تصرف کابل خبر آمد که طالبان همه محافظان دکتر عبدالله و کرزی را جواب دادند و به آنها گفتند که نیاز به نگاه داشتن محافظان وجود ندارد، چون که امنیت هر دو را در کابل خود طالبان تامین میکنند. بعد حل سلاح شدن محافظانش کرزی با اهل عائله خود به خانه دکتر عبدالله کوچید. دکتر عبدالله 5 سپتامبر سال 1960 در کابل به دنیا آمده است. پدر او از تاجیک‌های پنجشیر و مادرش پشتو می باشد. دکتر عبدالله سال 1984 رشته طبی دانشگاه کابل را ختم کرده از سال 1986 تا 1992 رهبر اداره تندرستی و سرطبیب مجاهدین در سرزمین‌های تحت نظارت احمدشاه مسعود بود. در نیمه دوم سال‌های 90 دکتر عبدالله سخنگوی احمدشاه مسعود و ائتلاف شمال بود. دکتر عبدالله در پایان سال 2001 به مقام وزیر خارجه در حکومت موقتی حمید کرزی برگزیده شد. او در 3 انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان در سالهای 2009، 2014 و 2019 رقیب اساسی حمید کرزی و اشرف غنی بود، ولی هر 3 دفعه پیروزی را به رقیبان او دادند. سال 2014 بر اساس معامله او در حکومت اشرف غنی مقام رئیس حکومت را به دست آورد. بعد انتخابات سال 2019 نیز بر اساس چنین یک معامله اشرف غنی دکتر عبدالله را که خود را غالب انتخابات و پرزیدنت اعلام کرده بود به مقام رئیس شورای عالی صلح تعیین کرد. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی که در پنجشیر کشته شد پسرخاله دکتر عبدالله بود، اما دکتر عبدالله تا کنون موقعش را در مورد این جبهه که به مقابل طالبان می جنگد روشن اعلان نکرده است.